بسم الله الرحمن الرحیم. احمد ابن مسکین یکی از علمای قرن سوم هجری بودند که در بصره زندگی می‌کردند. ایشون یک قصه از قصه های خودش رو میارن. میگه که خداوند منو به فقر و ناداری آزمایش کرد. منم خیلی فقیر بودم، بیچاره بودم، زنم بود، بچه‌هام بودن، نه نونی داشتی نه هیچی. آخرش گفتم چه کار کنم؟ به ذهنم رسید که هیچ کاری، هیچ راهی ندارم مگر همین که همین خونه رو بفروشم و یک نونی به دست بیاریم، از گشنگی نجات پیدا کنیم تا ببینیم خداوند چی بخواد. خب تصمیمو گرفتم که برم خونم رو بفروشم. تو راه میرفتم که بازار برم یک کسی رو پیدا کنم بنگاهی که خونم رو بفروشم. تو راه ابو نصر دیدم، رفیقم. گفت کجا احمد؟ گفتم میرم که چون حالتی هست تو زندگیمون تنگ شده، عرصه زندگی، میرم خونم رو بفروشم. گفت احمد این کارو نکن، بیا این مبلغ رو بگیر، این 2 تکه نون رو بگیر، این قطعه حلوا رو بگیر، اینا رو بگیر، برو خونه‌ات، بزن و بچت برس تا ببینیم خداوند چه بخواد. منم ازش تشکر کردم، 2 تکه نون رو گرفتم و اون حلوایی که داده بود و خواستم برگردم به طرف خونه. تو راه که میرفتم یه زنی رو دیدم، یه بچه یتیمی دستشو گرفته و به من گفت که به این بچه یتیم طاقت گرسنگی نداره، به این کمک کنی. منم دیدم که خدایا بار الهی، بچهای منم گرسنه، اینم گرسنه خیلی بده و خیلی هم سخته، اما خب این بچه یتیمه، چیزی نداره، من حداقلش تو خونم، این خونه ای که دارم میتونم خونه رو بفروشم. همون 2 تکه نون رو دادم به اون بچه یتیم و اون حلوا رو و راهی شدم به طرف بازار. دیگه وقتی اینا رو دادم به بچه تو چشاشو به من نگاه کرد، من بهشت رو تو چشای اون بچه یتیم دیدم. اشک خوشحالی از چشمان پیرزن جاری شد و من رضایت خدا رو در اون خوندم. خواستم برگردم به طرف بازار. تو راه میرفتم به طرف بازار، یه جایی خسته شدم، نشستم خستگی در بیارم، تا دیدم که ابو نصر رفیقم از داد میزنه، آهای احمد چرا اینجا؟ چه کار میکنی اینجا؟ برو خونت، ببین خداوند رزق و روزی رو برات فرستاده. گفتم چی میگی؟ میرم خونم رو میفروشم. گفت نه برو خونت ببین چه خبره. گفتم چه خبره؟ میگه یه آدمی اومده از خراسان، یه عالمه مال و ثروت و اینا با خودش آورده، چند تا شتر بار نه دنبال تو میگرده. گفته که 30 سال پیش با پدرت در یک تجارتی شریک شده، بعدش اون تجارتش به اصطلاح شکست خورده و از این ور به اون ور و از این شهر به اون شهر، آخرش رسیده به خراسان و در اونجا خداوند به مال و ثروتش به برکت داده، تجارتش رونق گرفته. الان پدر شما نصف تجارت و شراکت از پدرت بوده، حالا اومده دنبال شما میگرده، حالا که پدرت وفات کرده تو رو پیدا کرده، اومده جلوی خونت، الان شترا رو اونجا گذاشته. میگه من هم رفتم اونا، واو چه رزق و روزی، همه رو تحویل گرفتم، نعمت خدا، شکر خدا به جا آوردم و فوراً کاری که کردم گفتم این از دعای همون زنه. دنبال همون زن و یتیم گشتم، اونا رو آوردم، بهشون کمک کردم و یک ماهیانه یک کمک خرجی هم براشون تعیین کردم که هر ماه بیان اینو تحویل بگیرن. بعد از اون وضعم خوب شد و الحمدلله در راه خدا هر چی میتونستم کار خیر میکردم و نیک میکردم و هر جا میرسیدم کمک میکردم در راه خدا و خیلی به خودم راضی بودم که الحمدلله من کاری کردم در راه خدا. یه شب در خواب دیدم که قیامت برپا شده، مردمم دارند به طرف صحرای محشر میرند، هر یکی پشت کولش بار گناه، بارهای گناه سنگین رو داره با خودش حمل میکنه. گفتم که خب با خودم میگفتم که خب من دیگه هیچ مشکلی ندارم، من کار خیلی خوب زیاد کردم. تا صدا زدن که نوبت منه، اومدم تا میزانو گذاشتن، کار خیر منو گذاشتم تو یک کفه میزان، اوی چقدر زیاد بود. بعد از اون شروع کردن گناهان منو که خیلی از این کارهای خوب من کرده بودم توش بوی ریا بود، توی بوش خودنمایی بود، تویش بوی این بود که مردم به من خوب بگند، از من تعریف کنند. وقتی اینا رو گذاشتن دیدم که ای بار نیکی های من رفت بالا، بار گناه ها سنگین شد. گفتم خدایا هلاک شدم، بیچاره شدم، جهنمی شدم. در اینجا یکی صدا زد که آقا تموم شد، این که جهنمی شد، هلاک شد. یکی صدا زد نه یه چیزی دیگه هست. نگاه کردم دیدم که 2 تکه نونه که به اون بچه یتیم دادم اونا رو آورد.
گفت ایناست. گفتم با خودم، گفتم واه واه واه، من این همه خیرات و صدقات میدادم هیچ کاری نکردین، 2 تکه نونه که اون بچه یتیم دادم واسه هم کاری میشه. اینا رو گذاشتن، دیدم که هی اینا سنگینی شد و کفه میزان یکم پایین اومد. اما هنوز که هنوز بود، گناهان من خیلی بیشتر بود، معصیت‌های من خیلی بیشتر بود. در این اثنا دیدم که 2 قطره اشک، همون اشکای اون بیوه زن آوردن و گذاشتن توی میزان. دیدم که بله اینا سنگینی کرد و بار گناه من اومد بالا و بار خیرات من سنگین شد و من نجات پیدا کردم. بله دوستان، خیلی وقتاست که خیلی کارهای خیلی کم کم به ذهنمون نمیاد، اینا پیش خدا عزیزه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا الله ولو بشق تمره، از خداوند بترسید و بین خودتون و آتش جهنم یک مرز و فاصله قرار بدید، حتی اگر اون فاصله 1 دونه یا نصفی دونه خرما باشه. خدامون رو به دست بیاریم، با خدامون عزیز باشیم، با کار خیر و نیکی خودمون رو پیش خدامون عزیز کنیم، چرا که همین کاره، همین خوبی هاست که شاید روز قیامت به درد ما بخوره.